گوش کن برادر، در حال رفته جسد رو عوض میکنیم. علاش وقتی که جسد رو دیدی گویی که بله این کلتا کلاش است. مجبورن گریه کن، خودت رو به زمین زن تا که باور کنن. چی کار میکنی بکن. در اینجا نه دیوونه، در اونجا گریه کن. رپتیسیا دارم. مزیبا. تمام. لیکن برادر یک مشکلی دارم. از مرده بسیار میترسم. مرده حشرات رو دیدن نمیتوانم. جسد فرسوده تو رو چخیل نگاه میکنم. یا توبه شوکت، یا خدایا مجبور میشوی که نگاه کنی. تو این کار رو نکنی یا از طرف کمیسر و نال دستگیر میشوم یا کنعان دیوانه مرا یافته با اون دنیا میفرستد. فهمیدی مرا؟ با اونجا رفته این کلتا کلاس گویم کمیسر رونال باور میکنه. برادر اگر باور نمیکردن تو رو با اونجا دعوت نمیکردن. تو رفته تشخیص کن، اون طرفش رو با من گذار. چی خیر؟ گوش کن، تو رفته جسد رو میبینی. خیر چی کار کنم؟ دیگر چاره‌ای ندارم. مانده نباشید. روز بخیر. خوش آمدید. با فکرم سراغتان رو خطا کردید بابایشان. اینجا برای شما نیست. نه پسرم، این رو یک طرف گذار. میخواستم پرسم این اسبابتون رو چند ساعته جورا گرفتن ممکن است؟ البته مشکلی ندارد دوملو. درباره این آنقدر معلوماتی ندارم. رنگش رو هم تامین کرده میدید؟ البته با جان و دل. بسیار خوب، بسیار خوب. بابایشان این اسباب رو استفاده برده میتوانید؟ نه نمیتوانم. یگون بار استفاده بردگی نیستم. اگر خواهش کنم به من نشان میدید؟ البته دوملو نشان میدهم. اول رسم رو در پوست کشیده، سپس توسط این اسباب رسمی کشیده همون رو رنگ و بار میکنیم و تمام. تمام. در کشیدن این یگان مشکلی نخواهد شد. بعد بالاش رو با اسباب رنگ میکنیم. با اسباب تک و بالای پوست رو رنگ میکنیم. یک سنجیده بینیم. نه التماس. 5 پنجه هم هنر است. همه خیلی میداریم. بله مثل قلم آن رو میداریم. دوملو شما استا بوده اید؟ استغفرالله، تنها می آموزم. با مهارت بوده اید. در اصل من به یک شاگرد احتیاج دارم. با خدا میگویی که امامی رو بس کنم؟ امامی رو بس نکنید و در وقت خولگی آمده به من کمک رسانید. با خدا امر معروفی بسیار دارم. بهتر اون می شود که وعده ندیم استاد. مانده نباشید. مرحمت دوملو چی خدمت کنم؟ من یک دوستم رو دیدن آمدم. دوستتون رو؟ بله دوستم رو، یعنی جسد دوستم رو. دوملو در اینجا آدمی زنده نیست. درست. من هم برای آخران خواهش رحمتی رو به جا آوردن اومدم.
домуло ӯ мурдааст чӣ хел хоҳиш кард? бале рост мегӯед, аммо худаш ҳамин хел хоҳиш карда буд. ба ман гуфта буд ки дар болои сари ҷасадам як дуо кунед домло. ман ҳам рад накарда хостам хоҳишашро иҷро кунам. марҳамат. раҳмат. дар поён аст? бале дар поён аст. раҳмат. خدایا چیکار کردم؟ با جسد آدم رسمی کلتاکلاسро کشیدم. خدایا مرا ببخش. ای اونال همش از پشت تو است. یا خدایا جسد در درون بوده رو ببخش و او رو به جنت داخل کن. خدایا او را رحمت کن. دامولا بسیار با مهارت بودید. استغفرالله جناب. همین خیل. با تعریف فرزنده نیستم. نه تو هستی. مثل شما. پدر جان لبای دامولا زیا بدی با زهرا خاندار شدنش در اینجا زندگی میکند؟ درست فکر کردی. شاید دامولا زیا نخواهد، اما من میخواهم که او در نزدیکی من باشد. چخیلی که شما فرمایید. پدر جان هیچ خواطر نشوید. دامولا زیا کیها باز در اینجا نیت ایستادن دارد. این چه خیل گپ؟ این چطور؟ در پیش دامولا همین خیل گپ ها میزنی؟ نه پدر جان، اویلای ما به همین هم کلان است و او چخیل در اینجا زندگی میکند. فقط مقصدم همین رو فهمیدن بود. این خانه کلان به کدامی شما نمیرسد؟ نمیگنجید مگر؟ اینطور باشد به یگان خانه کلان میکوچیم؟ فروخ شاید بعد از توی به یگان جای دیگر کوچیم. چی فکر داری؟ لبای عزیزم میگویم که دامولا زیا با زهرا خانه دار میشوند کو. بعد از این ما به دیگر خانه کوچیم. عزیزم من اول خانه دار شوند، بله. اون وقت همش رو حل میکنیم. ترسانچک. آها درد اینها رو ببین. و هم با دامولا زیا شاید زهرا کوچیدن بخواهد و شاید جدا زندگی کردن بخواهند، مثل اپای حله و اکای اونال. این خواهش اونال بود. اما بعد این قدر کارها تو باید برای این آدم حتی نگاه نکنی. بابا جان راست میگوید. من هم مثل شما از او خشمگینم. پس امروز به پیش ادوکات رفته جدا میشود. من آنقدر تیز قرار دادن نمیتوانم. دخترم باید زود قرار دهی. تو از پشت کلتک لاسی حیوان در پیش او قدر نداری. این را بفهم. مرا هم به این بلا گرفتار کردی آقای اکرم. هی بابا جان این طور نگوید. التماس میکنم به همان هم طاقت ندارم. برای طاقت کردن مجبور نیستی. اما من فکر جدا شدن رو تا حال نکردم بابا جان. آقای اکرم با این صحبت شما همراه شدنی نیستم. معلوم می شود که نبیره‌تان شوهرش رو بسیار دوست می دارد. جناب یک عائله رو ویران کردنش آسان است، اما این عائله رو داشتنش مهمتر است. در اصل درست میگوید او. چی گویم؟ باید گذشته شینیم راست نیستیم. با اجازت شما جناب من باید با نماز روم. خدا قبول کند. رحمت. آمین. مرحمت بشینید. حله جان زاره کنم گوش نمی کند، اما با یک گپی گفته دامولا از راهش می گردد. به خدا این آدم بابایت رو با انگشتانش بازی می داراند. حالا می بینی. چی کار کنم؟ پدر جان یک قهوه تیار کنم؟ بله با شکر. بله می دانم. نخود فراموش کنم. با تو هم تیار می کنم عزیزم.
بیتول جون اگر آقای اکرم رو میدیدی در آخر شب چنان سخن کرد که همه رو به گریه آورد. کاشکی نمیرفتید مادر جون. چرا این طور میگویی؟ دامولوزیو برای شما چی میشود که رفته به جای پدر و مادری او خواستگاری کردید؟ مگر این کاری بد است؟ مادر جون برای آدمی بیگانه رفته خواستگاری میکنید، مگر این کاری ناجا نیست؟ دخترم من آدم را از چشمانش میشناسم، تجربه دارم و هم دامولوزیو آدمی عادی نیست. حتی بار اول دیدنم چقدر آدمی خوب بودنش رو فهمیدم. تمام گپ شما شود. خیر شما رفته به جای این آدم خواستگاری کردید، لیکن این آدم مگر پدر و مادر خویش تبار ندارد؟ خواستگاری به شما مانده است مگر؟ نه دخترم نه. ندارد؟ نه ندارد. از همین سبب رفتیم. پدر و مادرش گذشتند. وفات کردن؟ بله. اگر میدونستم با او اینقدر سخت رفتار نمی‌کردم. سلام دامولوزیو. سلام خانم. سفر رو بخیر. با ماشین رفته ایستادم، کمی دیر موندم. برده رسانم شما رو. ممکن است که من خودم ماشین را رانم. البته ممکن. تمام. شیطان. اپا جان کور هستی؟ چی هستی؟ لبه دامولو؟ با راهگردها راه دادن لازم. بله البته. از اون رو دادن دیر کردم. اشکم شاگرد کمی دقتی نمیشود برادر؟ خیریت. خانم زهرا ببخشید ماشین رو کمی تیز راندم وگرنه به نماز دیر میکردم. نه اونقدر تیز نراندید؟ الو چقدر؟ امیدوارم خبری خوش داری. خوب آفرین. الکی به اجرای نقشه گذاشتی؟ نقشه چی؟ اولی جانم با کی گپ میزده باشده؟ تمام. مادر تو باز چی نیتی ناپوکی داری؟ خیر میبینیم. با حیات بازی میکنی؟ از عهده‌اش میبروی ها؟ آن طرفش را فکر نکنید. پول رو دهید همش حل میشود. حل شد.
خدا قبول کند بچه ها. روز بخیر. استاد باز چی شد هجری؟ استاد با سرم یک سوال اومد. بسیار ضروری است؟ بله بسیار ضروری است. خوب پرس کنی. استاد فرض کردیم که با دروغ گفتن مجبور شدیم، خدا پناه دارد. خیر. بعد برای حقیقت را گفتن باز دروغ دیگر گفتیم. دوام ده. استاد بعد برای دروغ گفتن حقیقت را گفتیم کو. برای دروغ گفتن چرا وقتی دروغ را همراه حقیقت گفتن، یعنی از دروغ گفتن حقیقت را گفتن و یعنی چی بود؟ هجری تو چیکار کردی؟ ها؟ خودت را گم کردی؟ استاد من حقیقت را با دروغ آمیخته کردم. حاضر همین کار شد هجری؟ زبانت پیچیده موند کو؟ خودم را گم کردم. پس چی بوده است؟ دفعه دیگر باز آماده میپرسی مالش؟ چخیلی که میگوین سخن بسیار دانو اندکی گوی، یکی رو صد مگو صدی رو یک گوی هجری جان. همه خیل بود. درست. خیر مالش. استاد شعری خوب گفتید. استاد چی بود مصرع‌هایش؟ سخن بسیار دانو اندکی. استاد چی بود؟ چرا من در حال ننوشتم؟ زهرا؟ بیتو چی حال داری؟ چقدر شده بود که هم دیگر رو ندیده بودیم. خیلی می شود که وانه خورده بودیم. خوش آمدی. خوب هستی؟ خوش باشی. خوبم. خودت چه حال داری؟ خوبم. مرحمت بشین. قهوه بیارم؟ نه تشکر زیاد، همینش کافی است. مادرم در کجاست یوال جان؟ کجای رفته است؟ شنیدم فوتیه شدی، تبریک میکنم. تشکر زیاد عزیزم. چه خیلی گذشت؟ بسیار خوب. خدا نصیب کند. تشکر زیاد. السلام علیکم. خوش آمدید دامولو. مرحمت چینید؟ نه تشکر، ما میرویم. چه خیلی شما؟ خوب هستید انشالله؟ خوب هستم. شما خوب هستید؟ تشکر، با دعای شما گشتیم. الهی دعای ما خوب باشید. خیز میرویم. البته. اما دامولو یکون چیز میخوردید؟ نه تشکر، یکون بار دیگر. مایلش. روز بخیر. تشکر زیاد. تا بازدید. تا بازدید. خیر دامولو باز بیایید. روزتان بخیر. یا خدایا با سر این دختر سنگ افتیده است. خود را احتیاط کنید. مرحمت. کتگی زهرا رو بین. چی شده است یوال؟ بسیار آدمی خاکسار است. تمام. کاولران رو فهمو. بله تو از زنی من دور کردد. او چی گفتم میخواست؟ من تماما نفهمیدم. از تهمت ناگهان خدا نگاه دارد. خانم زهرا، این کس راهزن همین محله است. هر قدری که برای اصلاحش دعا میکنیم اما هیچ اصلاح نمیشود. پس من هم دعا میکنم. میگویند که با دعای کرموش باران نمیبارد. سلام دخترها. مادر جان چرا شما اینها رو میبردارید؟ هیچ گپ ندارد عزیزم، بس این نیست کو. دامولوزیا را با زهرا در بیرون دیدم. بله در اینجا بودن. چرا نایستادن؟ میایستادن صحبت میکردیم. چرا رفتن؟ مادر جان کار داشتن. البته راست، به نزدیکی توی دارد. بگذار کمی سیر و گشت کنم. السلام علیکم خانم سلن، ساز هستید؟ باز تو؟ بله باز کی میشد؟ بعد اینقدر شرمندگیت تو چخیل میتوانی با من روبرو شوی؟ تو چخیل آدمی نمیشدنی هستی؟ من تماما نمیفهمم. خانم سلن افسوس بسیار، اگر شما ما را شناسید همونقدر دوست میدارید که
پیشانی هم کشد چشم هایم تیز دیلم با خدا همین خیل پاکه که همه دخترای شهر پیش شبازی مرا میخورن. با من چی؟ با من چی؟ میشینم در اینجا با تو سه و چور کرده؟ هر روز گفته رفته در باغ سر یک پیاله چای صحبت میکنیم. باز چای میگوید این آدم، باز چای میگوید، دیوانه میشوم. شکرش پرابلم نیست، فانتا کولا چای چالو. نه من نمیدونم با تو چی کار کنم. خوبش من رفته بسود از بالای تو شکایت میکنم، حتی از اکای اونال برای خودم محافظ میگیرم. ای خانم سلن مرا به حالم گذار، میفهمی؟ مرا راحت گذار. خانم سلن نیستید؟ من شما را به یگان گمانی بعد محافظت کردنی بودم. ای دختر مرا گوش کن سلن. چیکار کنم ایستودت؟ ای بی عقل یاری دیگه. خانم سلن اومدم. ساده مرو ابلا ساده گفتم بی عقل چیکار میکنی؟ واه چشمانم سو راسیدم. نجوم دست درده مسئله دست میرسونی نابکار. درست ایستا آزیر نجوم ایستا البته دکتر را به صحیح فکر کرده. خوب استید خانم سلن، شما رو نجات دادم. تشکری زیاد. محافظ شما این رازن را دستگیر کرد. رحمت. خیر است. چه خیلی خیر، برادرم مرده است. چه؟ برای تشخیص کردن آمدی؟ شما از کجا میدانید؟ از آسمان پسرم، خودش معلوم است که. بیا یک جای میرویم. آیسته ما رو انتظار شد. کانی بینید معقول می شود. چخیل بوده است؟ خیر چخیل می شود؟ این حکایه رو با دیگران چخیل باور کنانیم؟ همش رو حل کردم. راحت باشید. آن دختر اکتریسه خوب است. راستش پولی زیاد طلب کرد. بعد کارش باز با او فیلم کردنمون در کار. بسیار خوب، تبریک میکنم، کاری خوب کردی. تو چی میکنی در اینجا؟ یک رفیقمان رو زیارت کرده زود میبریم کمیسر. کانان با کاری پلیس دخالت نکن. استغفرالله کمیسر، مرا خطا نفهمید. من هیچگاه با کاری پلیس دخالت نمی کنم، اما تا جسد کالتا کلاس را نبینم آرام نمی شدم. با من چی؟ کمیسر لطفا مرا بفهمید. وقتی تشخیص کردن جسد مرا هم با خودتان گرید. چی میکنی در اینجا؟ کمیسر آرام شده نمیتوانم، به خوابی بکشم. مرا فهمید لطفا آخر. شوکت تنها تو هم رو همون بیا رفتیم. گذار. چلیکاتون جنبانده میتوانید؟ بعدی تاثیر کرد. خمیلش چلیکای پوچتون کار میکنن؟
انیق او کالتا کلاس بود؟ بله کمیسر همون بود. او بود ها؟ او بود. شیرینا تو چه خیل فهمیدی؟ روی شناخته نمیشد. رفیق کمیسر برادری چندین سال هم رو چه خیل نشناسم. آخر او برادری من بود. چقدر آدم دروغگو هستی؟ تو میگفتی که کالتا کلاس رو نمیشناسم. کمیسر من این رو کی به شما گفتم؟ کدام وقت گفتم؟ از اون وقت تا این وقت یک دنیا کار گذشته است. برادرم بود. برادری من بود. روزا همش میگذرن. خاموش. وقتی تیم گریه نکن. مگر شما ندیده در دستش رسم کالتا کلاس بود؟ به اینش چی میگویه؟ برادره ای برادری جانبی بیای شیرینر بیای بیای برادرم وقتی شما زیبا زیغ باشه شیرینر سردار بخشید که من خدمت خمیدن نتونستم. بخشید مادام که وضعیتشان خوب نیست امسال به اجاره پولی لابه نمی کنم. مایلش پدر جان مایلش بسیار خوب. میلیس جان ما با بابایت نردی بازی میکنیم تو هم آمده با ما بازی کن. کار دارم پدر جان. این جوانها را هیچ نمیفهمم. به تلفن چسبیده دنیا را فراموش میکنند. میلیس تو چقدر شد با بابایت بازی نکرده ای؟ بابا جان یک روی نکرده با من بازی کن. فرخ تو تماشا کن که دو بازیگری کسبی چخیل بازی میکنند و بیاموز. این دفعه به شما غالب میشوم. بیا بازی را سر کن سر کردیم. مایلش میبینیم. 4 و 5 بازی کنه. لبه این شب نمی شود. آن دختر نمایش داشته است. چند هفته می شود که این را انتظار بوده است. پگاه می آید. خرمایلش هیچ گپ نی. تا پگاه تیاری می بینیم. بای بای. بخیر است تولین جان کی بود؟ یک دوستم یک خبری خوش داد. چی خبری خوش بوده است؟ کار چی فروخ؟ به گپ‌های زنکی هم دخالت میکنی؟ براری کار. نوبت من؟ نوبت من است بابا جان. درباره اون آدم هیچ چیز نمیدونیم. آیا تو درباره شوهرت همه چیز رو میدونی؟ البته میدونم. دونی هم تا حال خرسند نیستی. پس معلوم میشود که همه چیز رو دونستند کافی با نبوده من است. اینقدر گپ نشون نده زورو. گپ رو تاب داده باز با مسئله خانه‌داری من نبر. مرا مثال نیار. این موضوع تو است. اینقدر سال از مناسبت‌های جدی گریختی. میدونم که اویلا بدپا کردن میخوای. شخص انتظار شده‌ات رو یافته نتوانستی همش رو رد میکردی. این آدم رو از کجا یافتی؟ تو به شخص انتظار بودم آخر همین است. در انتظار دامولا بودی؟ بله شخص انتظار بودم دامولای محله بود. به امام ها عاشق شدن مگر گناه است؟ یعنی زنی دامولا شدنی؟ بله زنی دامولا میشوم. نگاه کن لکه نکاح کردیم. زنی دامولا بود است. تا تخم پختن را یاد نگرفتی و زنی دامولا شدنی؟ بسیار خنداور است زورا. تخم هم میپزم شیرینی هم میپزم. گپی دیگر داری؟ با این نگاه کن چقدر زبانش دراز است. تخم هم پخته میتوانست است و شیرینی هم. هر یک چیز میپرسم. چرا درباره کی بودنی وای پرسیدم تو خب کردی؟ خب نکردم. خب کردی؟ خب نکردم. اپا جان درباره من خواطر بودنت رو میدانم اما این آدم را در حقیقت من میشناسم. البته عزیزم تو خوب میشناسی. تمام. او از همه زیادتر خواندن کتاب قرآن را دوست می‌دارد. فیلم های حجوی را بسیارتر دوست می‌دارد چون که عمر انسان کوتاه است و او را در غم و غصه گذراندن نمی‌خواهد. بله عزیزم. خوراکی دوست داشته‌اش باشد شوربا است.
کنه قانع شدید؟ نه باور نکنی نکن. از پای کار شدن در کار. مایلش برادر، حاله با خونه خودش باید برگرده. با گلفروش با او نامه میفرستیم. تو فقط در نامه چی نوشتن را بگو. نمیدونم، حالا یک سرود بود کو؟ کدامش کو یک بخوام؟ خوندن رو چیکار میکنیم؟ با ما این لازم نیست، شعر لازم است، مصرع ها لازمند. مایلش تو اولش را بگو، شاید دمامش به یادم آید. یا خدایا این که باشد. نمیدونم. آقای اکرم میخواد با شما چای نوشد. آقای اکرم چای؟ بله. مایلش من لباس هایم رو عوض کردم میآیم. مایلش. این اکرم کار دیگر ندارد. کار از فقط قنچای نوشی هم برادر. خیر کنی بگو چی بنویسیم؟ چی؟ بگو. من از کجا دونم یکون شعری عاشقی نوشتنمون لازم. نباشد حاله اون نل رو در حیاتش نمیبخشد و چی گناه کردنش رو هم نمیدونیم. درست میگویی، خونهشون رو نمیدونیم. ای اکا در قیسینگلت میشوه که تو باید بدونی که به حاله چی معقول است و چی نه. به همون فکر نداری؟ از کجا دونم شوکت که با او چی معقول است؟ یکون شعر بگوی من می نویسم. نویس. قلبم نویس صاحب قلب من. همین جایش را زور گفتی برادر، دوامش را بگوی. عزیزم صاحب قلب من. دوامش؟ یک دم خبیث شوکت، تو هر لحظه فکرم رو میبوری، این طور نوشته نمیتوانم. یا خدایا، اولش را خوب گفتی، دوامش را بگو آخی. عزیزم صاحب قلب من، تمام اومد. تمام انا اومد. باز کی اومد؟ در این خانه تنگ تو با زور خودمو میگنجم. من نمیخوام سه آدم را. کی اومد؟ کی میآید؟ من بس نیستم مگر؟ استغفرالله، عجب آدمی عجایب بوده ای. در حال قهر میکنند. عزیزم صاحب قلب من، بیا با پیش من. دوملو، با خدا که بعدی با اویله‌مون در آمدنتون گویا با خانه‌مون خرسندی بخشیدید. استغفرالله خانم. بله درست است. بگذار چنین باشد. زهرا با خانه در شویش با شما و با اویله‌مون داخل کردن شما بسیار هم کاری خیر کرد. تشکر زیادی انگا جان. مادر جان با شما چی شد اینقدر تغییری افتاده؟ بگذار سلامت باشند. برای فایدت این همه کارها گفتم به حال خودشان گذارم. اگر خواهی رفتارم رو عوض کنم. نه تمام. خیلی دوام دهید. دمولا لابای کمی درباره اویلتون نقل میکردید. یعنی درباره اویلا خاطره های زیاد ندارم. چی خیلی یعنی؟ هیچ چیز به یاد ندارید؟ طولین این گپ ها حاضر چی لازمند؟ نه جناب، هیچ گپ نه. میفهمانم. یک روزی تیراماه وقتی برگ‌های درختان روی راه رو پوشانده بودن، خوراک‌های پخته مادرم رو هیچ فراموش نمیکنم. مزهش نه و بویشون در یادم است و فکر من از مزهش دیده بویشون رو دوست می داشتم، خصوصا سمبوسهشون رو. و هر گاهی که این رو به یاد می آورم مادرم پیش نظرم می آید. خیر خانم طولین، در خاطرم فقط اینها موندن. زیا پسرم، ببین من تو را پسر میگویم. اکنون تو هم فرزند من هستی. تشکر زیاد جناب. اگر تو هم خواهش داشته باشی در حق رحمت پدر و مادرت یک خیرات کردنیم. اما جناب ایستا اینقدر زود اعتراض نکن. این را صدقاً میخواهم. شاید روی آن رحمت یا این را خواستند. میخواهم گویم که یک خیرات کرده با مردمان در حق پدر و مادرت یک دعای خیر کنند
و بعد روحی رحمتی پدر و مادرت با خواست خدا شاد خواهند شد. اگر خواهید من در این کار به شما یاری دهم. بسیار خوب می شود، بسیار خوب می شود. این فکر خوب است بابا جان. عزیزم. پدر جان، من این خبری خوش را به فروخ رسانم. تشکر جناب، منت دارم. بسیار خوب می شود، بسیار خوب. فروخ عزیزم، کار کرده ایستاده ای؟ بله، حساب کتابم بسیار است. وای، دومولوزی آمد. در پایان به ما از خاطراتش نقل کرد. همه آنقدر به حسیات گرفتار شدیم که فروخ، پدرت چقدر آدمی خیرخواه است. البته جانم. برای والدین دومولوزی و معرکه کردنی است. با فکرم بسیار کاری خوب است، ثواب دارد. تو چی ها میگویی فروخ؟ نه، عقلی تو به هیچ چیز نمیرسد. من میگویم که پدرت دومولوزی را به جای فرزندش گذاشته برای والدین او معرکه کردنی است. میراث از دست میرود. تو باشی خوب میگویی. تو مرا دیوانه میکنی. عقلی تو نمیرسد. بخیر است در این شبی کی آمده باشد؟ خیر جناب، اجازه دهید من میروم. دومولو چه صحبت زیبایی داشتیم؟ جناب بسیار دیر شد، برای همین. اونقدر هم دیر نشد از شینید. سحر نماز است، برای همین روم. ها، نماز خدا قبول کند. تشکر زیاد، شبتان بخیر. خانم هله به شما گل فرستادن. با من؟ کنی گرفته خون؟ خونم؟ بیخون، کنی چی نوشته اسی از نه؟ عزیزم، صاحب قلبی من، مرا ببخش. در فکرم در روحم تنها تو هستی. با کجای نگاه کنم تو رو میبینم. میدانم تو رو بسیار رنجاندم، اما اکنون من به تو نمیتوانم. این گلها را قبول کن. به خانه‌ات برگرد زنک جان. پای جان، یزنم را ببینی اینقدر زیبا نوشته است. کنی بینم اینش چی باشد؟ کنی؟ روخت به ایتالیا. از همه مهمان خونه قیمت. اپا جان، یزنم تو را بسیار دست می داشته است. ایتالیا ها؟ این دفعه از پشت رازنهای ایتالیوی شده. به سرش بلا میخرد. انشالله همه دعایمان اجابت شوند. آمین. تا این وقت عقلش در کجا بوده؟ دخترم با عقل باش. با یک گل در حال آب نشو. بگذار از تو عذری زیاد پرسد. جناب با من اجازت. مرحمت دومولو. خانم هله در اصل یعنی باجم که تا حال با او شناس نشدم بسیار شما رو دست می داشته است. خوب است شما به خونه‌تان زودتر برگردید. تشکر. من شما را گسیل کنم. زحمت نکشید. هیچ گپ ندارد. تا بازدید، شبتان بخیر. سلین، چند تخم نوشته شده است؟ 5 تخم میدازیم عزیزم. 1 2 3 و تمام. 4 5 تمام. آنها دیگر به کار نمیآیند عزیزم. الکی تخم شکنی را یاد گرفتیم. من آنها را تازه میکنم. اول اینش را تمام کنم. کنی رفته بین در یخدان یگان تخم دیگر موند. ما این خیل شهر نبسته بودیم زورو جان. فقط باید به تو گویم که چه خیل پخته می شود. یعنی من نباید به این کارها دست زنم زورو جان. قهر نکن. سیلین تو هم گذاران دیده. با تو تخم بیار گفتم. بین هم خودم عصبی هستم. چه خیل کار قین بوده سا؟ تو چی فکر میکردی؟ این فقط آغاز کار از زورو جان. آردمی انداختی خوب تر میشد. همین عصبت رو ویران میکند. با تو چی که من ارد می اندازم یا این که نه؟ خدایا
هیچ یاردمت رو ندیدم سلین. شاید رشک کردم. به همین حالم. بسیار زیبا شده ای زهرا جان. بسیار زیبایم ها؟ به خدا که بسیار زیبا شده ای زهرا جان. باز مسخره میکنی ها؟ اوه. ای زهرا، تو هم مثل من زیبا شدی. خیلی که تو اون واقعه روزن رو به همه خانواده تو نقل کرده من رو شرمنده کردی، من هم این پخت و پزی تو رو نقل کرده تو رو شرمنده میکنم. فهمیدی؟ تمام. سلین خمیرش تو نک آمده است. چرا نمیشه؟ اینقدر قهرم رو نیار. من اینجا درباره روزن نقل دارم. تو باشی درباره خمیری تروشت گپ زده ایستاده ای. آی تمام دوگونه جونی ما. پشیمون نشوی. با یاردمچی از من بد رفتار کردی و او رو پس زدی. او باشه تو رو از راهزن خلاص کرد. نگفت که چرا تو رو از راهزن خلاص کرد؟ تو این رو شوخی نفهم. در حقیقت خطر رو اثر گذرونده ام. مردنم ممکن بود. باور کردم. مرا یک سوگذار و خمیرت چی شده ایستاده است؟ تو باور داری که همین خیل باید باشد؟ من از کجا دارم؟ گفتگوی تو رو کردم. من با بخوری با دوستانم بروم. خیر تو بازدید. مالش عزیزم. خودت را احتیاط کن دخترم. مایلش پدر جان. خانم هله به شما باز گل فرستادن. این دسته گل برای کی باشد هله جان؟ این دفعه اون نال در حقیقت دلت رو شاد گرداند. با دو دسته گل نبیره زیبایی مرا فریب میکرده است ها؟ بگذار دود به زیر پایت افتد عذاب کشد و آنگاه قدر و قیمتی تو را میفهمد. بابا جان کالتا کلاس مرده است. اونال از این بعد اصلاح می شود. امروز کالتا کلاس مرد پگاه دینازور پیدا می شود. دینازور نابود می شود، قورباغه پیدا می شود. این آدم از تو کارش را پیش می گذارد. از من یک گفتن. نشیده خانم چرا قهوه ما را تا حال نآورده اید؟ آقای اکرم، بله. زهرا در آشخانه شیرینی پخته ایستاده است. وضعیت آشخانه برای قهوه پختن مساعد نیست. سببش همین. یک دقیقه. زهرا آشخانه با آشخانه در آمده است؟ بله. عجبا. همسری خوب بودنش رو به همه نشان دادنی است. عشق به چی کارها قادر است؟ اینقدر سال نبیرم که یک تخم هم نپخته است. خوراک های با لذت با دست خودش پخته را به بابایش میخوراند. وای خوب. چرا من با تو علمین میدیم تو نمیگیری؟ قسم خوردم نمیگ. یگان تنگای داده تو از حلقم نمیگذرد. من برای تو پول کار کردم، باید علمینت رو بگیری. واهمه کنی رو بس کن و از اینجا رو. به خاطر گیری یگان تنگای تو به من لازم نیست. گوش کن، مرا گوش کن. این پول ها را دولت همچون نفقه برای تو جدا کرده است، باید بگیری. یکمش که تو علاقه شواری من نیستی. دویمش این که من عریضه داده بودم که از نمی که روزم پول نمیگیرم. وای 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 وای. حالا همین خیله؟ من بعد همین خیل. من خودم رو تامین میکنم. ای نمیک، تو حال در همین جایی؟ مهمون ها رو ناراحت کرده ایستاده ای. رو ака илтимос ҳозир вақташ нест. шумо ҳам ба ҳамин одам ҳай часпидед. бигзоред равад охир. як тарафист. ака ҳозир боз шата мехӯрем. биё ягон ҷои мувофиқ ёфта ӯро лато кӯб мекунем. рафтем. агар ту маро намедошти ман ӯро пора пора мекардам. салом хонумон. салом домуло. ин ду шахс шуморо нороҳат карданд? واهمه کرده از اینجا رفتن. دوملوزیو лабай فرصتم نشد. تبریک میکنم. شنیدم که با زهرا نکاح کرده اید. ها бале ташаккури зиёд.
танҳо хости худованд аст. иншоалло бахти ман ҳам кушода мешавад ва монанди шумо марде пайдо мешавад ва ман ҳам ба ӯ хонадор мешавам. иншоаллоҳ хонум севал, иншоаллоҳ. умедворам худо ба шумо ин хел мардро тӯҳфа мекунад ва шумо хонадор мешавед. иншоаллоҳ. рӯз бахайр. рӯзатон бахайр. рӯз бахайр. севал, ту ба домуло чиҳо гуфта истодаӣ? ба худо маро шарманда кардӣ. ба наздики бахти ман ҳам кушода мешавад иншоаллоҳ. айб аст, айб. куҷояш айб аст? зуҳро домулро ба дом афтондааст. айб несту, дуои ман айб будааст. сафсатагӯиро бас кун. зуҳро ба ин чӣ алоқа дорад? никоҳ карданро куҷояш айб аст? баъзан вақт чӣ гуфтанатро намедонӣ. биё ба дарун даро. рафтем. баъза чӣ кор мекунем? ба хайр аст духтаро? роҳатонро гум кардед? бобоҷон, минбаъд зуҳроро дар ошхона зуд зуд мебинед, чунки ба шавҳаршавандааш бояд ба дасти худаш хӯрок пазад. ҳа бобоҷон, ман ба корҳои ошхона шурӯъ намудам. оли аз ришҳои сиёҳи домуло зиё буса кардан мехоҳам. омада оқибат туро ба ошхона фиристонд. офарин. аммо аз он пухтат қисми калонашро мехоҳам. ба нишида онро нишон наде. тамом, қисми зиёдашро ба шумо мебарам. тамом. اولی جناب. بامزه. راست میگویی؟ بسیار خوب آمده است. دستتون درد رو نبینه. در حیاتم یکم بار پختم. معلوم می شود که مادرزاد کدبان بودم. البته. بسیار ملذت. باوری دارید که بامزه است؟ بله بسیار خوب. پس من دائما برای شما میپزم. تنها برای شما میپزم. خودم حتی نمیخورم. نه خانم، یعنی زحمت نکشید. چون که مانده میشه به زهره خانم. این خیلی شیرینی ها رو پختن خیلی مشکل است. مانده بشه. میپزم در 5 ثانیه همش رو میپزم. نشیده خانم؟ این چیست؟ شیرینی پخته زهرا. این شیرینی برای سنجش به لابراتوری می رود؟ یا اینکه من می خورم؟ آقای اکرم، دکتر چند مراتب آگاه کرده بود. می دانید که خوردن شیرینی به شما من است. همین قدر داده می توانم. پس اگر من از گوشنگی بمیرم، شما جنازه مرا با نماز پیشین یک جای کرده خوانید. خوب؟ همین را میخواید ها؟ این چی است؟ این چی است؟ چی است؟ قاشق را ده. آقای اکرم چی شد؟ بیمزه است؟ بیمزه هم کپ است. بیمزه هم کپ شد. این رو به هیچ کس نده. خوردگی میمورد. ایسا از این بطولین 3 پاره برده بده.
درو سردارم باز چی گپ لوین چی گپ به شما یک قوطی آمده است. خواستم با دستان خودم به شما بیارم. خواطر نشوید. سنجیدم. آوازی سواد نیست. 100% در درونش بمب نیست. کی فرستاده است؟ ینگای حل فرستاده است. از همسرم؟ پسرم همسرم چرا به من بمب فرستانه؟ سردارم مکر این زنها با هیچ کس معلوم نیست. وقتی عصبی شدنشون بسیار خطرناک میشوند. به من ده. چوی؟ زنک جان عزیزم اونال خوب هستی؟ خوبم تو خوب هستی؟ امشب یک جای خوراک میخوریم تو را خوراک میگویی؟ نمیدونم کنی یک بینم وقتم میشود نمیشود یعنی اگر بیکار باشم چرا نی؟ این طور باشه من تیاری میبینم مایلش تو باستید خوش اومدی سردارم تبریک میکنم اونال تشکر زیاد سردار کار کلتکیلس رو با آخی رسوندی؟ بله تو را از قفایش بسیار همدمون اما عاقبت بعد از هفتاد بله سردار همین خیل آفرین به تو همین خیل دوام ده تشکر زیاد سردارم سلامت باشید روز بخیر مودی یه سردارم ما کار کرتکلس رو با آخر نرسوندیم چون که اویدی مردن کرتکلس یگان دلیل انیق نداریم سنجش دینکه گذراندن ما در کار خاموش کرتکلس مرد موضوع را پوش دیگر نکشا کرتکلس مرد من زنده شدم اکای اونال اوه سلین خوش آمدی عزیزم خوش باشید من برای عریضه نویستن اومدم ها تمام همه ای کار مردم بندند خیلی خیلی میکنیم تو اینجا شین انتظار شو من یک پلیس بیکار را اینجا روان میکنم عریضت رو گرفته میروه تشکری زیاد خواهش میکنم این وظیفه ماست مرحمت شین خوش آمدید باز تو ای خدایا توبه سلین نام داشتی ها؟ حالا باشد خانم سلین عریضت رو من میگیرم واقعا کی در کجا و چطور رخ داد از همه مهمش هنگام رخ دادن حادثه کدام قهرمان شما رو نجات داد مرحمت گپ زنید این روبین خودش رو تعریف میکند من 1000 بار تشکر گفتم بس نبود علاوه بر این تا آمدن شما من خودم رو با گازی اشک‌آور نجات داده بودم به این نگاه نکردم مینداری خودم رو بیان کردم شما از من چی میخواهید با زمین همچون یک پلیس این وظیفه شما نیست مگر نباشد در نوبت استید به خدا اکاونال گفت که راو عریضه اون دختر رو که حالم گریه دارد وگرنه من نمیگرفتم تو باشی نوزیاچت رو میکنی پلیس انتخاب میکنی اگر پلیس انتخاب کنی مرحمت در نوبت است خز با کی عریضه مینویسد بیا مرحمت بیا نوبت بسیار زیاد است من خودم رو ناراحت حس کردم عریضه ام رو گیرید لطفاً نفهمیدم میگویم که من ناراحت شدم عریضه ام رو شما میگرفتید لطفاً میگوید شما لطفاً مایلش مدام که این قدر خواهش میکند مرحمت از اولش نقطه به نقطه فهمونید ایستو اولش رو خودم مینویسم لوینت حیات مرا نجات داد این رو مینویسم بله البته یه دختر تستر گپ زنید مردم در نوبت ایستادند تستر گپ زنید مردم نگاه دارن خدایا توبه آرام باش سیلین آرام بایشی های توم چیزی که در کار شود من در درون هستم مونده نباشد خواهر تشکر
домолозиё дар куҷо аст намедонед? дар хонаи оғои акраб. ба он тараф рост равед ва ба тарафи чап гардед. ташаккур. чаро пурсидед? одами паст зану фарзандонашро партофта ба инҷо омадааст. ташаккур, ташаккур. доллар пасту баланд шуд, аммо қарзро бо қурби пешина гирифтам. خوبی کردم آن را فهمیدن؟ ممکن فهمیدن. خواب کردید عزیزم؟ شما آمدید ما خواب میکنیم. کدبانوی نامی آمد. язнам дар куҷост? ман уналро даъват накардам. вай не, язна индавам. ё ин ки аз ширини пухтаи ту бемор шудааста? аз пухтаат каме медам дард кард. камтар нороҳат шудам. ӯ ҳам нороҳат шудааст чӣ? баъзеё бисёр ҳам писанд омад азизам. мелис پختنگیر دخترم دستان درد را نبینند به شور شوندت طعام های با لذت پز. ҳамаш бояд ҳақиқӣ бошад. ҳангоми ба он ҷо даромаданат ҳама бояд бовар кунанд ки ту зани домуло ҳастӣ. фаҳмидӣ? хавотир нашавед оғои чағатай, ҳамааш мисли хостаи шумо мешавад. домод омад. نامش را گیر و گوشش را کش. домулозиё хуш омадед. вақте ки шумо ба хонаамон медароед бовар кунед хонаамон пурнур мешавад. تشکر خانم. تشکر. خوش آمدید. یا خدایا بخیر است انشالله. аҷаба ки бошад дар ин соат? کی میشوداست؟ رفیقتان شفقت نباشد. خدا او نباشد. бисёр хандидем, оқибаташ бахайр шавад. оғои акрам, لبای дар назди дар як хонум домулозиёро мепурсанд. یک خانم آمد است میگویی؟ бале, аммо хонуми ношинос. کی است؟ نمیدونم. شاید از محله گنزن باشد. зани деҳотӣ аст, аммо аз маҳаллаи мо нест. خیر بگذارید درآید. ҳозир. марҳамат. муллои сохтакор, ту моро дар деҳот гузошта бо ин духтари бой хонадор мешавӣ, ҳа? ҳайф бар ту, ҳайф. худованд ҷазои туро диҳад, хона бударат бисозад, муллои сохтакор. من؟ سلام علیکم. رسیدم که بازرسی دولتی автомобили دیر. تو بیاخه؟ کجا تو رو
عزیز بابا برای چی تز میبینی؟ تز؟ اکا استان ویسا بود کو؟ اکای جورقو حجت همه تخت؟ همه تخت کماندیر همه سوزه پاسپورت هست هسته رونندگی هست برای چی دیستانس هم میگیری؟ کلوگ هم هسته کلوگ هم دارم نه فهمیدم تو چرا دیستانس هم میگیری؟ چه خسمات هم دارم دیستانس برای چی نمیگیری؟ دیستانس؟ همین جده کماندیر همین جده میگو؟ نه من تو را میگم وقتی ماشین روندن برای چی دیستانس هم میگیری؟ دیستانس یکا قولی دخل برادر چی نکنی؟ اکا دیستانس تو چی من نگاه داشتم که به دیستانس آمدی نه من دیستانس را گرفتگی بدم همین درون همین در گجای در موندگیم آیدون برو آمده وازی من را همونجا ناظرای راه من کدن پیش خدا یک هم دیستانس من را همون نگرفته باشه سحری شد یادم کن شب که شد فریادم کن سحری شد یادم کن شب که شد فریادم کن مجنونی ساحلم من شادم کن مجنونی ساحلم من شادم کن از غم آزادم کن شادم کن از غم آزادم کن شب شنبه بینالم دی دستی یاری به تقدیر بینالم پلنگ در کوه و در بیابان مثالی شعر در زنجیر بینالم پلنگ در کوه و در بیابان مثالی شعر در زنجیر بینالم سحری شد یادم کن شب که شد فریادم کن سحری شد یادم کن شب که شد فریادم کن مجنونی ساقیلم من شادم کن مجنونی ساقیلم من شادم کن سبزی نرنگ آمده مهمان به آتشک میزنه در جان به سبزی نرنگ آمده مهمان به آتشک میزنه در جان به سر به قدم های تو میمانم سر به قدم های تو میمانم خاکی رغت سرمه چشمانم خاکی رغت سرمه چشمانم سبزی نرنگ آمده مهمان به آتشک میزنه در جان به سبزی نه دختر میارت شوم عاشق چشمانی خمارت شوم عشق تو برده دل و جانی من صدقه یا ناز و ادایت شوم سبزی نرنگ آمده مهمانم آتشک